من از همون بچگی عاشق کتاب و درس خوندن بودم. توی کوچه پس کوچه های قدیمی توی شهر کوچیک به دنیا اومدم. خونه ما کتابخونه کوچیکی بود، پر از کتابای کهنه و بوی نم. بابام همیشه میگفت کتاب‌ها بهترین دوستت هستن پسرم. یادم کم چراغ مطالعه ساعت‌ها کتاب می‌خوندم. مامانم هم که خودش معلم بود همیشه تشویقم می‌کرد. از همون بچگی آرزوم این بود که یه روزی استاد دانشگاه بشم. راه سختی رو در پیش داشتم. خانواده ما وضع مالی خوبی نداشت و نمیتونست هزینه‌های تحصیل رو فراهم کنه. مجبور بودم هم درس بخونم هم کار کنم. تابستون‌ها تو کارگاه مکانیکی کار میکردم و زمستون‌ها هم تو کتاب فروشی. با این حال هیچ وقت از هدفم دست بر نداشتم. با هزار بدبختی تونستم توی کنکور قبول بشم. دانشگاه دولتی بود و هزینه‌هاش کمتر. سخت درس میخوندم و سعی میکردم از هر فرصتی برای یادگیری استفاده کنم. سالهای دانشگاه یکی از بهترین دوران زندگیم بود. با آدمای جدیدی آشنا شدم و کلی تجربه کسب کردم. بعد از فارغ التحصیلی یه مدت توی شرکت خصوصی کار کردم، ولی دلم برای دانشگاه تنگ شده بود. تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برم. با بورسیه‌ای که گرفتم تونستم برم آمریکا و مدرک دکترام رو بگیرم. اونجا کلی تحقیق کردم و مقاله نوشتم. بعد از چند سال به ایران برگشتم و تو دانشگاهی که خودم دانشجو بودم شروع به تدریس کردم. یهو همه چیز زیر و رو شد. وسط خوشحالی استاد شدن خبر مریضی مامان اومد. یه سرطان لعنتی که داشت آروم آروم جونش رو میگرفت. یادم اون روزایی که تو بیمارستان کنار تختش نشسته بودم و کتاب میخوندم براش، صدای ضعیفش که میگفت پسرم تو که این همه درس خوندی به اینجا رسیدی، مراقب خودت باش و از این به بعد یادت نده چجوری به اینجا رسیدی. با خودم میگفتم مامان تو که همیشه قوی بودی، این بیماری رو هم شکست میدی. ولی بیماری خیلی سریع پیشرفت کرد. روز به روز ضعیف‌تر میشد. آخرین روزای عمرش دیگه نمیتونست حرف بزنه. فقط دستمو میگرفت و اشک میریخت. اون روز که رفت انگار یه تیکه از وجودم رو با خودش برد. بعد از مرگ مامان مدتی از همه چی قطع ارتباط کردم. درس و دانشگاه واسم بی‌معنی شده بود. میخواستم فقط تنها باشم و به غم و اندوه فکر کنم. اما زندگی ادامه داشت. مجبور بودم به خودم مسلط بشم و به کارم برگردم. به یاد حرفای مامان افتادم که همیشه میگفت زندگی ادامه داره. تو باید قوی باشی پسرم. کم کم به خودم اومدم و دوباره به تدریس مشغول شدم. اما خب انگار اون که آدمی که باید میموندم نشد. تغییر کردم، اونجوری که حتی خودم هم فکرشو نمی‌کردم. من همیشه یه آدم خودخواهی بودم. از همون بچگی به همه حسودیم میشد. هر چی به من نمیرسید دلم می‌خواست از بین بره. وقتی بزرگتر شدم و استاد دانشگاه شدم، این حس بدتر هم شد. دانشجوها رو مثل رقیب می‌دیدم. هر کدومشون که از من بهتر بود، حسابی آتیش می‌گرفتم. سر جلسه امتحان سوال‌ها رو طوری طراحی می‌کردم که حتی بهترین دانشجو هم نتونم به همه جواب بدن. اگه کسی ازم سوال می‌پرسید با لحن بد جوابش رو میدادم. حتی گاهی اوقات نمره‌هاشون رو کمتر از اون چیزی که حقشون بود میدادم. از طرف دیگه به همکارام هم حسودی می‌کردم. هر کدوم که ترفیع می‌گرفت یا مقاله بهتری چاپ می‌کرد، حسابی بهم برمی‌خورد. پشت سرشون حرف می‌زدم و سعی می‌کردم آبروشون رو ببرم. یه روز یکی از دانشجوهام بعد از کلاس اومد پیشم و با گریه گفت استاد من خیلی تلاش میکنم ولی شما همیشه به من نمره کم میدید. اون لحظه دلم به حالش سوخت ولی خب بیخیال شدم. هرچی جلوتر میرفتم بدجنسی هم بیشتر میشد. دیگه نه فقط به دانشجوها همکارا بلکه به همه کس و همه چیز بدبین شده بودم. حتی به خانواده‌ام هم سرد رفتار میکردم. هر کی یه حرفی میزد من یه ایرادی توش پیدا میکردم. اون لحظه فهمیدم که دیگه دارم از خودم دور میشم. داشتم تبدیل به یه آدمی میشدم که ازش متنفر بودم. اما انگار یه نیرویی باعث میشد که نتونه جلوی خودم رو بگیره. یه شب وقتی داشتم توی رخت خواب دراز کشیده بودم به همه کارهایی که کرده بودم فکر کردم. به دانشجوهایی که دلشون رو شکسته بودم، به همکارهایی که بهشون بد کرده بودم و به خانواده‌ام که ازم دور شده بودن. احساس خیلی بدی داشتم. انگار یه چاه عمیق توی دلم بود که هر روز بزرگتر میشد. خب کارو شروع کردم. اولش یکم ترسیدم ولی دیدم دختر خیلی راحت قبول کرد. فکر کنم خوشش اومد از اینکه من بهش توجه ویژه‌ای دارم. ولی بعدش حس عجیبی بهم دست داد. انگار یه چیزی کم بود. یعنی من دارم چه غلطی میکنم؟ این همه کتاب خوندم، این همه مدرک گرفتم، آخرش به اینجا رسیدم. یه شب دیر وقت توی دفترم نشسته بودم. به سقف خیره شده بودم. به اون دختر فکر میکردم، به چشمایی ترسیده و همون وقتها خوشحال، به اینکه چقدر راحت تونستم بهش نزدیک بشم، به اینکه چقدر آسون بود یه دختر جوان رو گول بزنم. یهو یاد حرفای استاد راهنمایی افتادم. میگفت علم یه قدرت بزرگه، باید با احتیاط ازش استفاده کنی. حالا من از علمم برای چی استفاده کرده بودم؟ برای اینکه به یه هدف حقیر برسم. یهو احساس کردم دارم خفه میشم. انگار یه چیزی توی گلوم گیر کرده بود. بلند شدم و رفتم سمت پنجره. هوای سرد شب به صورتم خورد و یکم آروم شدم، ولی باز همون سوال توی ذهنم میچرخید. من کی شدم این آدم؟
اون حس خوب اولش زود گذشت، انگار یه جور معتاد شده بودم به این کار. هر ترم یه دختر جدید، هر کدومشون فکر می‌کردم من بهشون علاقه دارم، ولی من فقط دنبال یه چیز بودم: قدرت این که بتونم روی زندگیشون تاثیر بذارم، بتونم اونا رو کنترل کنم. هر کدومشون یه داستان داشتن، یه راز، و من از این رازها برای کنترلشون استفاده می‌کردم، یا خیلی وقتا برای نمره گرفتن به این کار مجبورشون می‌کردم. یادم یه بار یکی از دخترها بهم گفت که از این کارا خوشش نمیاد. گفت که این کار زشته. خندیدم و گفتم تو که خودت خواستی مگه نه؟ اونقدر بهش فشار آوردم تا مجبور شد حرف گوش کنه. اون نگاه ترسناک توی چشمش بهم یه لذت عجیبی میداد. با هر دختر جدید اعتماد به نفسم بیشتر میشد. دیگه هیچ کس نمیتونست جلوی منو بگیره. فکر میکردم همه دنیا مال منه. ولی یه شب یه اتفاقی افتاد که همه چیز رو عوض کرد. اما یه جایی از این بازی خسته شدم. یه دختر جدید اومد توی کلاس. اسمش سارا بود. چشمش عسلی بود و موهای بلند مشکی داشت. لبخندش همون لبخندی بود که همیشه دنبالش میگشتم. با بقیه فرق میکرد. باهوش بود، مستقل بود و از همه مهمتر یه روح آزاد داشت. هر چقدر که سعی کردم بهش نزدیک بشم، اون ازم فاصله میگرفت. دیگه نمیتونستم مثل بقیه باهاش رفتار کنم. یه حسی بهم میگفت که سارا فرق میکنه. یه جور حس عجیبی نسبت بهش پیدا کرده بودم. یه حسی که شبیه عشق بود، ولی خیلی تاریک‌تر و بیمارگونه‌تر. میخواستم اون رو تسخیر خودم در بیارم، اما نه مثل بقیه دخترها. میخواستم اون رو عاشق خودم بکنم. شروع کردم به رفتارهای عجیب و غریب. هدیه میدادم، تعریف و تمجید میکردم، حتی سعی کردم بهش کمک کنم تا نمره‌های بهتری بگیره. ولی سارا هیچ واکنشی نشون نمیداد. هر چقدر بیشتر بهش نزدیک میشدم، اون بیشتر ازم دور میشد. یه روز دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. تو دفتر کارم وقتی تنها بودیم، همه چیز رو بهش گفتم که چقدر دوستش دارم، چقدر بهش نیاز دارم. ولی اون فقط با تعجب به من نگاه کرد و گفت شما استاد منید، این کارتون اشتباهه. اون لحظه فهمیدم که دیگه همه چیز تموم شده. سارا ازم متنفر شده بود و من موندم و یه قلب شکسته و یه حس گناه عمیق. و خب اوضاع همینجور موند و انگار سارا هم دلش نلرزید که نلرزید. یه روز بعد از کلاس وقتی داشتم از دانشگاه بیرون میرفتم، اتفاقی سارا رو توی کتابخونه دیدم. سرش توی کتاب بود و انگار غرق دنیای خودش شده بود. آروم رفتم کنارش رو سلام کردم. اولش متوجه حضورم نشد، اما وقتی برگشت و منو دید، یه لبخند کمرنگ روی لب‌هاش نشست. سلام استاد، کارتون توی کتابخونه چه بود؟ صداش آروم و دلنشین بود. انگار یه موسیقی ملایم توی گوشم نواخته میشد. اومدم یه سری کتاب جدید رو ببینم. شما هم اینجا دنبال چیزی هستی؟ آره، دارم برای یه مقاله تحقیق میکنم. چند دقیقه با هم درباره موضوع مقاله صحبت کردیم. اونقدر مشغول حرف زدن بودیم که متوجه گذشته زمان نشدیم. وقتی به خودم اومدم دیدم که هوا تاریک شد و کتابخونه داره بسته میشه. وای چقدر گذشته، باید برم. سارا با عجله کیفش رو برداشت و خواست بره. من هم باهاش همراه شدم. جلوی در کتابخونه ایستادیم و به هم نگاه کردیم. یه سکوت طولانی بینمون حاکم شد. راستی استاد، ممنون که امروز با هم صحبت کردیم. خیلی بهم کمک کرد. خواهش میکنم سارا، همیشه در خدمتم. وقتی میخواستم برم، یهو دلم خواست بیشتر باهاش صحبت کنم. سارا، میشه یه سوال شخصی ازت بپرسم؟ اون با تعجب به من نگاه کرد. پرسید: تو چرا اینقدر مغروری؟ سارا لبخندی زد و گفت: شاید چون فکر میکنم آدم‌ها خیلی زود قضاوت میکنن. شاید هم چون نمیخوام به کسی نزدیک بشم. اون روز جوابمو گرفتم. سارا منو نمیخواست به من نزدیک بشه، نه شخص دیگه‌ای. شاید اینم تاوان کاری بود که با بقیه کرده بودم.